امروز قراره درباره یکی از خطرناکترین بیماری‌های گربه صحبت کنیم، یعنی مشکلات ادراری. این بیماری خیلی خطرناک و رایجه و میتونه کشنده باشه. در این ویدیو دلایل مشکلات ادراری در گربه‌ها، علائم خطرناک و روش‌های پیشگیری و درمان خانگی و حتی پروسه درمانی دامپزشک رو توضیح میدم. پس حتما تا آخر بمونین، چون نکته طلایی رو میگیم که خیلی از صاحبای گربه نمیدونن. اول از همه علائم مشکلات ادراری در گربه‌ها چیه؟ مشکلات ادراری در گربه‌ها ممکنه به دلایل مختلفی ایجاد بشه، ولی علائم مشترکی داره که نباید نادیده بگیریم. اول از همه تلاش زیاد برای ادرار کردن. گربه به طرف ظرف خاکش میره، فشار میاره ولی چیزی دفع نمیشه. علائم بعدی ادرار دردناک. اگه موقع ادرار ناله یا میوهای غیرعادی میکنه، نشونه درد و التهابه. سومین علامت وجود خون در ادرار. اگه توی ظرف خاک ادرار قرمز یا صورتی دیدین، گربه‌تون مشکل داره. علامت چهارم لیس زدن مداوم ناحیه تناسلی. اگر گربه مدام خودش رو لیس میزنه، احتمال عفونت یا التهاب زیاده. علامت پنجم بیحالی، بی‌اشتهایی و استفراغه. اگه مشکل طولانی بشه، گربه بیحال میشه و ممکنه استفراغ کنه. و نکته مهم اینه اگه گربه شما بیشتر از 4 ساعت ادرار نکرده، فوراً به دامپزشک مراجعه کنید. حالا دلایل اصلی مشکلات ادراری گربه ها رو بررسی کنید. بیماری های مختلفی میتونن باعث مشکلات ادراری در گربه ها بشن، ولی رایج ترین ها اینا هستن. عفونت های ادراری یا UTI. یکی از شایع ترین دلایل عفونت های باکتریایی هست که باعث التهاب و درد میشه. سنگ های مثانه و کلیه. کریستال ها یا سنگ های ادراری میتونن مسیر خروج ادرار رو ببندن و خیلی خطرناک باشن. سندرم ادراری گربه ها یا FLUTD، یک بیماری رایج که ترکیبی از التهاب، استرس و مشکلات مجاری ادراری هست. استرس و اضطراب. گربه هایی که محیط زندگیشون پر از تنش باشه بیشتر دچار مشکلات ادراری میشن. و دلیل آخر کم آبی بدن. گربه هایی که غذای خشک زیاد میخورن و آب کافی در دسترسشون نیست و نمیخورن بیشتر در معرض بیماری های ادراری هستن. به خصوص بعضی از غذاهای خشک ایرانی که کیفیت پایینی دارن و میزان این بیماری رو در سالهای اخیر توی ایران خیلی افزایش دادن. اگه میخواین 5 بیماری رایج در گربه ها رو بدونین، لینکش رو تو دیسکریپشن براتون میذارم که این بیماری ها توی ایران خیلی رایجه. خب قبل از توضیح پروسه درمان میخوام روش‌های پیشگیری رو بگم. پیشگیری از مشکلات ادراری در گربه ها خیلی مهمه، چون این بیماری ها میتونن به مشکلات جدی مثل انسداد مجاری ادراری یا نارسایی کلیه منجر بشن. راهکارهای زیر کمک میکنن که گربه شما سالم بمونه. مهمترین روش پیشگیری که خیلی مهمه، افزایش مصرف آبه. حواستون باشه همیشه آب تمیز و تازه در دسترس گربه قرار بدین. گربه ها معمولاً کم آب میخورن، پس استفاده از آبنمای مخصوص گربه ها میتونه تشویقشون کنه که بیشتر آب بخورن. و در کنار اون اضافه کردن کمی آب یا آب مرغ کم نمک به غذای گربه هم میتونه خیلی کمک کنه. روش بعدی رژیم غذایی مناسبه. استفاده از غذای مرطوب یا همون غذای کنسروی به جای غذای خشک خیلی میتونه مفید باشه، چون رطوبت بیشتری داره و از کم آبی بدن جلوگیری میکنه. اگه گربه‌تون مستعد مشکلات ادراریه، میتونین از غذاهای مخصوص یورینری کیر استفاده کنید. از دادن غذاهای شور یا دارای منیزیم زیاد مثل ماهی زیاد خودداری کنید، چون باعث ایجاد سنگ‌های ادراری میشن. روش بعدی کاهش استرس گربه هست. استرس یکی از مهمترین دلایل مشکلات ادراریه، مخصوصاً سندرم ادراری گربه ها یا همون FLUTD. تغییرات ناگهانی در محیط زندگی مثل جابجایی یا ورود حیوان جدید میتونه گربه رو مضطرب کنه. جای خواب راحت، اسباب بازی‌های مناسب و فضاهای بالا رفتنی مثل درخت گربه میتونه به آرامش گربه کمک کنه. یکی از مهمترین روش‌ها تمیز نگه داشتن ظرف خاک گربه است. گربه ها به ظرف خاک کثیف خیلی حساسن و اگه ظرفشون تمیز نباشه ممکنه ادرار خودشون رو نگه دارن که باعث مشکلات کلیوی و عفونت‌های ادراری میشه. پس حواستون باشه روزانه خاکش رو تمیز کنین و حداقل هفته 1 بار کل خاکش رو عوض کنین. بهتره
ظرف خاک رو در یک جای آروم و کم رفت آمد بذارین تا گربه احساس امنیت کنه. نکته مهم بعدی اینه که وزن گربه ها رو در محدوده سالم نگه دارید. چاقی باعث افزایش خطر مشکلات ادراری و سنگ کلیه در گربه ها میشه. سعی کنین با رژیم غذایی متعادل و بازی کردن روزانه وزن گربه ها رو کنترل کنید. اگه گربه قبلا مشکلات ادراری داشته شاید لازم باشه چکاپ‌های ادراری و کلیوی رو بیشتر انجام بدید. خب حالا درمان مشکلات ادراری در گربه ها رو بررسی کنیم. درمان خانگی و پروسه درمان دامپزشکی چیه؟ در نظر داشته باشین این بیماری میتونه به نارسایی کلیه و حتی مرگ منجر بشه. پس خیلی پروسه درمان مهمه. پروسه درمان دامپزشکی اینجوریه که دامپزشک ممکنه آزمایش ادرار و سونوگرافی انجام بده و بعد از تایید این بیماری اگر عفونت باشه آنتی بیوتیک تجویز میشه و در موارد حاد ممکنه نیاز به جراحی یا کاتتر گذاری باشه. در مورد درمان خانگی نکته مهم اینه که حتما باید آب بیشتری در دسترس گربه قرار بدین. از آبنمای مخصوص گربه یا ظرف آب تمیز استفاده کنین. رژیم غذایی متناسب یعنی غذای مرطوب بیشتر استفاده کنین. از غذای خشک یورینری کیر حتما استفاده کنین. خیلی مهمه که استرس گربه رو کم کنین. محیط آروم، جای خواب راحت و اسباب بازی‌های ضد استرس خیلی میتونن به کاهش استرس گربه کمک کنن. مشکلات ادراری در گربه ها خیلی خطرناکه و ممکنه توی چند روز به یک مشکل مرگبار تبدیل بشه. پس اگه دیدین گربه‌تون سخت ادرار میکنه فوراً اقدام کنید. نکته طلایی اینه که گربه ها ذاتاً کم آب میخورن. پس همیشه آب تازه در دسترسشون قرار بدین و حتما غذای مرطوب رو در رژیم غذایشون قرار بدین. این کار میتونه از خیلی از بیماری‌های ادراری پیشگیری کنه. اگه این ویدیو براتون مفید بود حتما لایک و سابسکرایب فراموشتون نشه. توی کامنت ها برام بنویسین که آیا تا حالا گربه شما دچار این مشکل شده و چطور درمانش کردین. منتظر ویدیوی بعدی باشین تا بعد مراقب خودتون و پشمالوهای عزیزتون باشین.